جبولتنا نوچه کردیا برچاو اف ام دم باش شبنرین هیجا کوما هرسا زیتون لافرین راگهاند که ده هر دو مهین تیر مه و تباغ جوه ساله اندام نوان کانبون 5 لشکرین ترک و 55 چکدارین کومین اسلامی انگردای ترکیه و بکجن. ولاتی بناو سعید محمد تتار یه لگند عربا یه گردای نفچه معبد لیل عفرینه ده سال 1965 داشت دایک ببو جیان خواهش دست ده پشتی که جبو نخوشخانه کلیسه هات بو بگوستن و بگرانی بریندار بو جبر که جالی کوما الفاتح یا گردای ترکیه و هاتو بو اشکنجه کرن. ل باجار عفرین و گندواره و پروتستو ندلخوشی لدجی سروک لیوا سلطان سلیمان شاه تکرن پشتی کوی دستریجیا سکسی لسر جنا اندامکی کوما خواه کرن. پولیسا هاتوچونه یا باجار کوبانیه منچاف کرنا موتورسکلیتان یه لگوری داخویانیا سروکاتیا گشتی یا هیزن اولکاریا نافخایی و پولیسین ترافیک دروژین ججنا قربان داوی دیگه. ده لباجار حسکی آگرب درمانخانه سلام کد جبر کنتاک کهربایی و ده انجام دا کسک بریندار بو و زیان مادی جی رو دان. اپراسیون لشکری لبیابان گندوار شامه بردوامن و هر وها بمباران لسرچی داعش بردوامن. وزارت دروا روسی دیار دکه که امریکا ایریش کنو لسر سوریه آماده دکه به بهانه کارانینا کیمیاوی. لگوری روانگاه سوری یا مافین مروفان چند کس شهیزین رژیم سوری کشتی و بریندار کردند داوه که آنگو کمینه که لگندوار سویداه. رخستنا اوروپی یا جبو آشتی ازمانی کمپانی فره آگاهدار که جبر لیدانه که گاز ده سر سوری. لگوری آژانسا اینترفاکس که روسیا هند پیشنیار جه ترکیه را پیشکش کرن جبو چاره سرکرنا روشا روژاوای باکور سوری. هنرمند بلند ابراهیم ده چکرنا آهنگان لروژاوای کردستان بردوامه و سبل باجار کوبانی آهنگ که دار دخه. سپاس بو و ببینم خوشی.